سلم و بند بخشاباد، بندای آب افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران، مرگ به مداخلات ایران. این صدای نجیب الله کابلی و دهها مظاهره کننده ای است که روز یکشنبه از شهر نو کابل به طرف سفارت ایران حرکت کرده و در عکس العمل به اظهار تأخیر رئیس جمهور ایران اعتراض کردند. نجیب کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید که ایران و پاکستان از راه‌های مختلف تلاش میکنند تا جلو پیشرفت افغانستان را بگیرند، اما با گفته وی حالا افغان‌ها بیدار شده و برای هیچ همسایه حق مداخله در امور داخلی کشورشان را نمیدهند. ایران و پاکستان تروریست‌ها را، طالبان را و شبکه قانی را اکمال و آموزش میدهند و یک تعداد علاقات سیاسی داخل حکومت را توسط کمک‌های مالی تشویق می‌نمایند به خاطر بی‌ثبات ساختن حکومت وحدت ملی. با وجود انتقادهای که حزب مشارکت ملی افغانستان بالای حکومت وحدت ملی دارد، اما از کارکردهای رئیس جمهور اسلامی افغانستان تقدیر می نماییم به خاطر که دشمن مردم افغانستان را خوب شناخته است و تصمیم قاطع دارد تا آبها را، مهار و مرزها را حفاظت نماید. این مظاهره به خاطر منافع ملی و استفاده از منابع طبیعی در حال صورت میگیرد که هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد ساخت بندهای آب در افغانستان نگرانی نشان داد. افغان‌ها میگویند که آب و خاک حق طبیعی آنها بوده و به مانند نفت و دیگر منابع طبیعی برایشان از اهمیت زیاد برخوردار است. افغانستان د هلمند رود دی، د کونړ رود دی، د رودونو غواړي چې اوبه په خود افغانستان کې په زراعت بر لارې باندې مصرف سي، برق د څخه تولید سي، او یو د پاکستان او د ایران مداخله د افغانستان په چارو کې د دې مخنیوي موږ غواړو چې هیڅ نوع مداخله سیاسي، فرهنګي او مالی یا داخلي چې ایران او پاکستان په افغانستان کې جاسوس خپل افغانان لدی د دې موږ غواړو مرګ او غوتم به د دې جلوګیرو غواړو. موږ هدف دغه دی چې د افغانستان د ناموس ملی څخه دفاع ده. کارشناسان افغانی از اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان خوانده و تاکید دارند که حکومت افغانستان در این خصوص نباید خاموشی اختیار کند.